علی آقا اوه آنی لیپو خوشحال از اینکه داره برای علی آقا باشه نظر بخونم که یه سگ سفید سرش سبز میشه میگه روز بخیر لیپو کجا میری؟ دارم میرم به جزیره شیطونا تا همشونو به سزای عملشون برسونم. سگ پروسید تو وقت چی داری لیپو؟ بهترین گردنونای جو ارزن و بلوتو که مادر بزرگ پخته سگ سفید گفت میذاری من هم مگه بهترین گردنونا رو بچشم؟ با کمال فقط در صحبت سفا بشید. سگ قبول کرد و سرباز لیپو شد تا به جنگ شیطون ها برن. یه روز یه قرقاول و یه روز یه میمون تو مسیرشون دیدم، اونا هم پذیرفتن. حالا لیپو تا سرباز داشت، شیر و قرقاول و میمون. روزا و شبا رفتن تا به جزیره شیطون سبز رسیدن. فکر کنین شما که بلیط خریدین و از رو چمنای سبز رد شدین، فکر کنین یه بچه گولار لباسشو در بیاره، لخت و او لباسشو در بیاره بفروشه به یه آدمی که نوشابه اولو داره و جاش شیشه نوشابه اولو بخره. فکر کنین شما که نوشابه های اولوتون رو توی یخچال میذارین، فکر کنین اون بخواد نوشابه شو روی قایق بخوره، قایقی که میبرتش به سمت عکس ماه گفتده رو هم دست توی جیبه نداشتش، تو مکنید و شهر لیپو رو برای بابا تره بخونه واسه ما. فکر کنین چرا بگویم ای بینندگان محترم پولتان را هدر داده اید؟ حالا اسب گل نشانم، از پوشهای بدون جیبم، یخچال ساید بای سایدم به ارزش 1000 یورو، همه را به پسری بسپار تا با نوشابه اولو عوض کنه. اما غم نسل خاک می‌دراود ماه تابان از کوهستان سپهر در بی انتها غبار ابر و دریا. اما فرسنگ در نوردیده میکوبد کنگره های گذرگاهان یش. شیطان های سبز به پایین دست جاده بایدنگ پیشروی میکنه. وقتی سربازان موموتارو سراسر آبهای آبی هور را میپاید، از این رو که در تاریخ هیچ نبرد مشهوری باز نگرداند همه جنگاورانش را. سربازان گرد آمدن در حال نگریستن به سوی مرز و در اندیشه خانه با چشمانی مشتاق و در اندیشه آنان که شب در کلبه های بالایی می‌روزند و آه می‌کشند و آرامیدن نمی‌توانند. بس دیگه آقا سعید فیزیکالا باشوکالا بازیگر دوباره 4 سال تمرین تو آتیش سوخت. آتیش بگو. غروب چیزی به شب نمونده، به سوز و تب نمونده، به جستن و واجستن تو حوض نقره جستن، بودن یا نبودن. علی هی میگه واسه زنه شعار میدی که بس دیگه، بس کنین. فیزیکالا باشوکالا
تبریز آتیش سراخ آتیش 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 چه خوبه حالام تنگ غروبه چیزی به شب نمونده به سوز و تب نمونده بجستن و بجستن بودن یا نبودن علی همه واسه زنی شعار میدی که بس دیگه بس کنین سیگارا با شکارا علی این هزار بمیره تاتریک موبایل میکنده موبایل رو روشن کنین یک شما افتخار تبدیل میشه به حسین زمان آگر شد به وقتی به مالوچ مجلس ما رو درودخونه دید تونست سیگارش روشن کنه از خودش برامون بگه نمایش تازه از اینجا شروع میشه تا کرک‌های نرم و لطیف زیرین پدیدار شود بهرن مرد بی‌پروا را آنجا که سرخوش است تا کرک‌های نرم و لطیف زیرین پدیدار شود بهرن مرد بی‌پروا را آنجا که سرخوش است تا کرک‌های نرم و لطیف زیرین پدیدار شود بهرن مرد بی‌پروا را آنجا که سرخوش است ملی بوام بزرگترین پسر هولای تمام ژاپن با سربازم اومدم تا همتون رو به سزای حمالتون برسونم و انتقام تمام کسانی رو که به دست شما کشته شدم بگیرم شدی را سنگدم فرار کنن همان لیبو بود که با شمشیرش همشون رو کشته شده تمام شیطان حساب کشته شدن اون بود که همه جا می باشید چه جنگ مغلوبه چه کشتاری هر وقت شیطان سبزی به 1000 زحمت میتونست فرار کنه از دم شمشیر بلان لیپو سنگاتش میگرفت تا قرقابان ما رو کشتن بیاورد چشمشونو کشته شدن تموم شیطان حساب کشته شدن لیپو دید که غار شیطانای سبز برد گنجه و گنجا رو بار سربازاش زد و فتحش کن فکر کنیم نمیدونم حالا دیگه واقعا میتونیم فکر کنیم که لیپو شدیم شما وسط آب میخواین بریم روی عکس معشوقتون روی عکس ماه گفت داده رو آب عشق شنا بلد نباشه و چقدر خوبه نه عکس ماه رو بغل بگیم مرگ لیپو شاعرانه بوده مثل خودش مثل شباش مثل شعراش نوشتن یکی از شبا که مثل همه شبا نوشابه به دست رفته بوده تو قالب وسط آب و گوش ماه رو ببینه نسیم میخوره صورتش اسم خودش رو فراموش میکنه عکس ما تو آب میبینه کسی نبوده اونجا شنا بلد باشه میبره تو آب عکس ما بغل میگیره تو آب خاک میره آب میره میمیره آب
الان سایه ها از دور جمون رو میبینن که داره با چند تا حیوان نزدیک میشه. لبخند روی لباش داره و لبخند از روی لباش پاک